سلام، سولماز هستم، بیوتی تراپیست. امروز اومدیم در مورد علل ایجاد جوش صحبت بکنیم. بریم که علتش رو بدونیم. اولین دلیل بسته شدن منافذ پوستی. وقتی پوست به خوبی تمیز نشه، لایه‌های شاخی از بین نره و روی پوست تجمع پیدا کنه، باعث بسته شدن روزنه و منافذ پوست میشه و باعث ایجاد جوش میشه. دوم، چربی بیش از حد پوست. وقتی ما نتونیم چربی پوستمون رو کنترل بکنیم، قطعا یه محیط خیلی چرب ایجاد میشه که باعث شوید آکنه میشه. دو تا راه که باعث میشه ما بتونیم توی خونه حتی کنترل چربی پوستمون رو انجام بدیم و یا حتی 3 تا از کارهای مهم که جز روتین اصلی روزانمون حساب میشه: یک، شوینده مناسب. دو، آبرسان. چرا آبرسان؟ وقتی سطح پوست ما با آبرسان مرطوب بمونه، چربی که زیر پوسته نیازی نمیمونه به سطح پوست بیاد و سطح پوست رو خیلی چرب بکنه، چون روی سطح پوست لطیفه و آبرسان زده شده و باعث میشه که چربی کنترل بشه. و سوم، ضد آفتابه، چون ما با آفتاب زیاد پوستمون تحریق پیدا میکنه و وقتی که ضد آفتاب رو درست و مناسب استفاده بکنیم، باعث میشه که چربی پوست کمی کنترل بشه. و گزینه بعدی، دست آلوده به صورت زدن و هر وسیله و اشیایی که کثیف هست رو به صورت میزنیم و باعث میشه که اونجا محیط مناسبی برای تولید باکتری ها بشه و باعث ایجاد جوش بشه.